با درود عزیزان، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه چند تا نکته بر این کارهایی که کشاورزی باغدار باید الان تو این فصل توی اواسط مهر ماه باید انجام بده رو خیلی سریع سعی میکنم خدمتتون بگم. چند وقت پیش اعلام کردم نیترات کلسیم، سولفات پتاسیم با آب و آبیاری به صورت جداگانه، یعنی آب یکی مونده با آخر سعی کن نیترات کلسیم بدی یا کلسیم بر بدی، آب بعدی سولفات پتاسیم. اگر نداشتی دوتا آب، یه آب بود نیترات کلسیم تو اینور درخت، سولفات پتاسیم اون سمت درخت، با هم مخلوط نکنید. مشکل جذب هست، مخلوط بشه به نفع پتاسیم جذب میشه و کلسیم نه. اینا جذب میشه میاد تو سرشاخه درخت، هنوز زنده بیدارن ولی مصرف نمیشه. برگ رو به خزان هست، هوا رو به سردی هست، ذخیره میشه، باعث میشه جوانهایی که امسال شکل گرفتن، سرشاخه‌هایی که امسال رشد کرده در اثر سرمای شدید زمستون و اول بهار ما خسارت بهشون وارد نشه و درخت یه استارت قوی و پرگل بیاد بالا. کار بعدی محلول پاشیه. فروت ست با اسید آمینه. کارشون چیه؟ فروت ست روی بر هست. ما به شدت هم در خاک‌های طالقان کمبود داریم. اکثر همه آزمون خاکایی که میاد دوتا عنصر نیست، ذخیره میشه. کارش تبدیل شکوفه به میوه است. اسمش روشه، فروت ست یا بارافزا، بارنشین، همچین اسمایی داره. عمر دانه گرده ما رو طولانی تر میکنه، احتمال لقاح و بارورسازی شکوفه ها بیشتر میشه. درختی داری که شکوفه زیاد میده بعد گل باری روش نیست، با این حل میشه. خوشه انگور داری، خوشه بلند 10 تا اب روشه، با این حل میشه. یه تایم مهم مصرفش الان، مخصوصا در باغات مخلوط ما که تنوعی از درختان هست. یه تایم مصرفش الانه. یه تایم دیگهش یه کمی قبل از باز شدن شکوفه ها، رو تورم جوانه یا حتی روی خود گل اگر بودید توی فروردین ماه حتما استفاده کنید. کار بعدی که الان قبل خزان بهتر انجام بشه استفاده از رنگ‌های محافظ تن است. سوال پیش میاد تا کجا بزنیم؟ رو خودش هم یه توصیه‌ای داشته. از کف زمین میاد تا شروع محل شروع انشعاب شاخه ها. جایی که دیگه شاخه های ریز و برگ هست نمیشه با قلمو کار کرد. از تنه اصلی محافظت میکنید. تنه رو وقتی از دست بدی کل درخت از دست بدی. ولی اگه یه شاخه من آسیب دید نهایتا میبرم، یه جوانه دیگه میاد سر جاش، درخت از دست نمیره. چند تا کار مفید انجام میده. رنگ سفید نورگریز هست. تنه شما گرم و سرد نمیشه، مخصوصا در طالقان. ما تو دشت قزوین و اشتهارد و ورامین جای صاف نیستیم. خورشید صبح طلوع کنه، غروبم آروم آروم غروب کنه. اینجا نه. اکثر روستاهامون چپ و راستش 2 تا تپه بزرگ هست، کوه هست. خورشید صبح زود که طلوع میکنه نور خورشید به درخت ما نمیرسه، تپه جلوش گرفته. خورشید بیاد بالاتر 2 ساعت بعد بهش میرسه. از اون ور هنوز غروب نشده ولی خورشید میفته پشت اون تپه یا اون کوه. تنه‌ای که تا الان داشته آفتاب میخورده گرم شده یهو سرد میشه. این یهو گرم و یهو سرد شدن باعث تکیدن پوست و پاره شدن آوندها میشه. این رنگ سفید یه کارش اینه که تنه اصلا گرم نمیشه که بخواد یهو هم سرد بشه. ترک خوردگی ها جلوشو میگیره. یه سری آفات تنه داریم، سوسک دنه، کرم، خراط. با این رنگه اون سوراخ سنبه رو میبندیم. خیلی از حشرات میان زیر پوست زمستان گذرانی میکنن، قایم میشن، مسیر رو میبنده. قاطیش حتما یه قارچکش میزنیم. بردو خوبه، از بردو بهتر برای جلوگیری از شانک. قارچکش آریادو شرکت آریشیمی زده، تخصصی برای گموز و شانک قرابتی با هم دارن، بهتر از بردو هست. حتما یه حشره‌کش تماسی، فنوالیریتی، سایپرمترینی، دلتامترینی، فوزالونی، اتیونی قاطیش میکنیم. اگر احیانا آفتی زیر پوست ما قایم شده، تخم آفتی هست، کنترل بشه. یه چسب چوب هم حتما بهش میزنیم. تو منطقه ما منطقه پربارشیه، یه بارون بخوره شسته رفته، ولی چسب رو میزنیم 1 سال راحت میمونه. اگر خوب حتی بزنید 1 سال در میون نیاز به تکرارش هست.
ولی قبل از زدن اگر تنه آلوده به شانک هست شانک رو بتراشید. اگر خیلی آلوده است باز قبل اینکه اینو بزنیم میام شانک رو میتراشیم با وایتکس 5/1000، آب وایتکس 5/1000 تنه رو میشوریم، بعد این رو بهش میزنیم. فقط اینجا آمار هواشناسی داشته باشید، یه 24 ساعت بعدش بارندگی نداشته باشیم تا کامل خشک بشه. نکته بعدی، اگه قصد هرس درختان گردو دارید، چه با هدف حذف شاخه‌های مزاحم یا هرس فرمدهی برای گردو، چه با هدف پیوند برای سال بعد، پیوند وصله‌ای. گردو تا برگ سبز داره میوه تو چیدی دیگه، اره رو بنداز، چسب هرس رو بزن. شیرابه بیرون نمیده، درخت رو ضعیف نمیکنه. الان بهترین تایم برای هرس درخت گردو. بقیه درخت‌ها رو نمیگم هرس کنید، صبر کنید خزان کنه. انگور و گل رز رو حتما سعی کنید بذارید برای بعد از سرمایه طالقون بیفته توی اسفند ماه. انگور اصلا یه کوچولو جوونه بزنه بیفته تو فروردین ماه. گردو الان وقتشه. و یه آفتی هم امروز آوردن، 2 تا آفت الان خیلی رشد و تکثیر و خسارت داره. شاخه درخت سیب هست، شپشک آردآلوده، رو تنه درخت میشینه. آفات تنه همیشه خطرناکه. یه آفت دیگه هم هست، شط خونیه، مخصوصا رو آلو، روی بادوم به شدت همرنگ تنه است، استتار قوی داره. تایمی که خسارت میزنه الان است. شاخه هم که این بیفته سال دیگه مرخصه. ربطی به تاریخ سمپاشی معمول ما نداره. این آفت به محض اینکه مشاهده شد باهاش مبارزه کنید. این لایه سفید رنگ شبیه پنبه هست، ممانعت میکنه از جذب سم یا برخورد مستقیم سموم تماسی ما. باید سمپاش فشار داشته باشه. حتما به صورت ترکیبی یه حشره‌کش تماسی به علاوه یه حشره‌کش سیستمیک مثل کنفیدور داشته باشید تا بتونیم کنترل خوبی داشته باشیم. این سفیدیا حشره نیست، حشره اون زیره، این هیچی توش نیست. حشره اینجاست، میزنی لهش میکنی خونش میزنه بیرون. اینجا قشنگ فکر کنم مشخص باشه. این درختای سیبتون بیشتر مخصوصا سیب گلاب اول، بعد سیب قرمز، ارقام فوجی، سبز فرانسه، بعد سیب زرد. باقو یه چک کنید. تو سیب این آفت رو حواستون باشه، حتما باش مبارزه کنید. رو تنه یا شاخه میشینه. توی هسته‌دارها مثل بادوم و آلو و آلبالو گیلاس شط خونیه، سیاه رنگه، با اینکه حشرم هست به شدت به سرما مقاوم. پارسال برف میزد تو دیما، همچنان رو درخت بیت نشسته بود، زنده سرحال داشت کارشو میکرد، ولی استتار قوی داره. اون نشانه هاش اینه که شیره میزنه بیرون، مورچه رفت آمد میکنه، درخت از دور در اثر اگه نور آفتاب به اون شیره بخوره براق میشه. اینجوری میتونید متوجه بشید. این درخت‌ها رو یه چک کنید. الان این 2 تا آفت اگر داشتید حتما باهاش مبارزه کنید. نکته بعدی، یکم قبل خزانتون بهتره یه قارچکش بردو یا اکسیکلورمس سمپاشی قارچکشی داشته باشید که برگ رو درخت بهتر تیمار میشه. به کف زمین لایه لایه برگ بشه ما نمیتونیم کنترلش کنیم بیماریشو. قبل خزون یه قارچکش هم بهش بزنید تا خزان انجام شه یا در حال خزان. بهترین تایم برای تغذیه باغات هست که میفته معمولا برای 2 هفته آینده، 1 ماه آینده، حالا بس مکان که کدوم روستا باشه و کدوم سمت باغ باشه. هر وقت درختتون رو تغییر رنگ داد، برگاشو داره خزان میکنه، اون موقع فصل مناسب هست جهت تغذیه درختان. امیدوارم که مفید واقع بشه و انشالله انجام بشه تا سال بعد شما یه نتیجه خوبی تو بحث بارگیری درخت‌ها داشته باشید.